مقامات شهر وحدت تحصیل در یک مکتب ناحیه را که چندی از شاگردانش به بیماری نامعلوم گرفتار شدند متوقف کردند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 30 می به مکتب دهه صوفیان رفتند و در آن را بسته یافتند. در این مکتب روز جمعه 28 می 11 خواننده به بیماری نامعلوم گرفتار شدند. معلمان و خود خوانندگان میگویند ظاهرا مکتب بچه‌ها بعد از بویدن گل‌های صدبرگ صحن مکتب گرفتار درد سر یا بیهوش شدند. با قول آنها مدد فوری طبیبان مکتب بچه‌های زهرآلود شده را نجات داد. انا تشخیص کردن گذروندنشون خیلی تازه کردن روشون گیمت وای موندن دورو موندن ای حمید 6 کسی شد 6 کسی شد انا 2 کسی دیگه خیلی با نامورات خبر گرفتیمشون نقض خشروع خیلی کمتر مزهشون هم سیستم عصبشون. مقامات انتظامی و وزارت تندرستی سبب‌های حادثه را تحقیق می‌کنند که چی می‌توانست شاگردان مکتب را بیمار کند. از این پیشتر روز 27 می 50 خواننده مکتب دهه خواجه غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین بعد کارکرد صنفخانه‌هایشان با داروی پشه زهرآلود شدند. همکارانمان میرزانبی خالقزاد و برات یوسفی از معلم شیمی و بیولوژی مکتب دهه صوفیان ناحیه وحدت که شاهد حادثه بود خواهش کردند در این باره تفصیلات بدهد. حادثه خیلی همه گل میگن پیدا شده است. از همین گل همون یک شاگردی ما گرفته همون گل گرفته برده داخل صنفخانه خیلی بوی کردن طلبا همون طلبا اول یک دخترش هم خیلی شد یک دخترش هم خیلی سر در بالای پرتم ماند همین قسمی خواب رفتن باری همین دختر میگیم که خیلی بیدار شد طلبا خوش نمیکنه دیگه بعد گرفتن آوردیم خوابش کردیم با بود که دویمش هم خیلی یا دیگهش با اومد با غلطید ای بینید ابی خیلی رفتید با ما یوری اولین رسوندیم دوغ ریختیم شد که یگان خیلی بهبودی نشید گردن شد همین خیلی میشود با بودیم خوابش کردیم بنشید با بود که با سیم شید این شب همین خیلی یوردم دکتری میکنیم هم پمپیری پامش میکنیم که یگان چی نشید وقت دیگه بنشید همین جام معلم ماشین دوره بچه‌ش هم خیلی چیز با بچه‌ش هم خیلی کشید با بر کردیم ماشین ده و گفتیم که بیا بریم شک نشید و همون 4 کس در ماشین بر کردیم و گیتین رفتیم بود اوجا دکتری اینجا اومد حکمت میگن وای اومد همینجا با تشخیص گذروند وای کرد گفت که بیا بریم گفت ما برم لابراتوری چی گپای رفتیم در راه یا دیگهش غلطی ده صنف 10 اونه که در راه افتیده بود با مکتب آمدگی بود یا نه مکتب اومده بود ها بیره با زنکا گیر کردیان با پیش زنکا کشیم گرفتیم آوردیم شد در این ماشین دموندیم شد ایره گرفتیم بردیم شد رفتیم که وحدت پارتوفتیان چیزور هم مرا تیار دیده خیلی هم مرا بردیم پروکراتورا همه جا اومدن قریب تمامی همین کارکنانی چی اومد خیلی بسنینی گرفتن مثال چیکار شد همین خیلی گفتن باره همه همین خیلی وای کرده دادیم با امروز با بعد اونا تشخیص کردن گفتن سببش چی بوده است همون سببش نامعلوم تو خود این چند روز گذشت در بین شنبه که بازار دوشنبه دو روز گذشت سیم و تا حاضر هیچ معلوم نیست که به این بچه‌ها چی حادثه واقع رخ داده بچه‌ها دیگرش نقشیدن گفتم که همه 11 10 کس 8 کس صنف 11 بود همون دو تا یا تا 9 بود یا تا 10 بود 11 کس قریب طالب‌ها طلبه‌ها تا برای کلا دخترها بچه‌ها بعد از این وای آیسته خیلی نقشیدن کدامش که سبکتر بود نقشید انیق همونها با شما گفتن که بعد از بویدن همین گل‌ها کدامش که میپرسیم میگه همین گل بوی کردیم یگان دفعه دیگر هم خیلی حادثه شده بود که بعد بویدن همین گل طلبه بیهوش شد نه یگان حادثه خیلی نشد شما ولی همین گل بویده ما حتی خودمون بوی کردیم هیچ نمیشه خیر هیچی بس سبب تازه روشن نیست سبب هم نامعلوم شما فکر نمیکنه که تا اومدن به این نزد گل‌ها مکتب اونها شاید اون کار دیگر کرده نه خیلی بگم یگان کسی خیلی یگان کار کردگی نبودن فقط یگان کار تو حالیلا یگان خیلی حادثه روی نبوده بود ببینید این روزهای قبلی مکتب شما برای نیست کردن پشه و خاموشک و دارو و دخلافات چیزا زده بودن در اینجا؟ نه نبودن نیست پشه موده نیست نه پشه مشه خیلی نیست چون که بود هوای تازه خیلی پشه مشه یگان چی نیست حاضر تنها 2 نفر از طلبای شما به بیمارخانه بستری شدن در بیمارخانه بستری شدن این نفرای دیگر چی
این 9 نفر دیگر کجا شدن؟ 9 نفر دیگر در خانه سوزن. همشون همه 100%. همه ساری با رفته با تفتیش کردیم شو. همش نغزم. فقط همین دو تاش کمتر سلامتیش نغز نیست. فقط از سیستم عصبشون شکایت میکنن. بعد پدر و مادرشون گفتن که برای گفتیم دوشنبه برایشون یک تشخیص کنین که نمیشود این. اینجا از مقامات از وزارت تندرستی نورم اومده بودن نماینده برای معلوم کردن اینکه چی بود. همش اومده بودن. همون بالنیسه وحدت همش اومده بودن. گزارش مفصل درباره زهرالودشوی مکتب بچه‌های دهه صوفیان ناحیه وحدت را در وبسایت azadi.org ببینید.